سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدین به چنل خودتون، چنل امیرمونم. امروز اومدیم با بانو منیژه دولت‌آوا. اسم آهنگ به یادی پدر. یاد پدر. حالا اولین باره به خانم منیژه دولت‌آوا داریم ریاکشن میریم. یکی از بچه‌ها گفتن که از سال 2000 تا 2005 آهنگ میخوند و حتی با بانوی موسیقی ایران لیلا فروهر تو کنسرت آهنگ دارن. بعد گفت یا از 2005 دیگه نخوند. نمیدونم، گفت دیگه نخوند و یه سالگی ترک کرد. میگن که ترک کرد، داداش کنار. و واسه همین تعجب کردم چرا، و واسه همین کنجکاو شدم که برم موزیکش بدم. تو اون چند سال خیلی معروف بود زمان، هنوزم هست، ولی خب دلیلشو نمیدونیم که چرا گذاشت موسیقی رو کنار و هرچی بوده دلیلی خیلی ما هم داشتیم دیگه تو گیرم. کی؟ همیش. آها دیگه نخوندن. خیلی هم بودن که سوزان روشن 17 سال نخوند، تازه برگشته الان. بعد آره خیلی ها شادم بانو منیژه که تا ریاکشن بهش نرفتیم شاید دوباره برگرده. انشالله که برمیگرده. شاید اصلا چی میگم پا قدم ما خوب بود که تو ریاکشن انشالله برمیگرده. آره برگرده و اینا. آره دیگه این توضیحاتی بود که خواستم واسه ویدیو بدم. و بعد از شعر چه نوع شعریه؟ زنجیر نام دو بیتیه. زنجیر 43. با اسم شعر زنجیر 43 بچه ها ترگی. آره. با درود به همه خوبان تاجیکستان. ما اینجا داریم ریاکشن میریم شبه. نمیدونم الان اونجا چیه. شبه نه؟ 11 شبه. شبه. پس شب شما بخیر و خوشی. زنجیر نام روایی است که میخونم واسه شما. با رفتن تو قامت آن سر شکسته، زنجیر جفا دست و پایم همه بسته. بلبل که غزلخوان نسیم سحری بود، در کنج قفس بی رخ آن گل شده خسته. حالا یه خبر خوش هم بهتون بدم. آخرین شعری که نوشته بودی کی بود؟ الان نه، قبلا. نبوده چه؟ بعد 10 سال پدرم 12-13 تا شعر نوشت دیروز. رباعیه. اونم یه دلیل داشت. اول شما، دوم عشق به موسیقی تاجیکستان که داریم ریاکشن میریم. نگاه کرد گفت چرا ننویسم. دوباره دستش رفت رو قلم. دیشب من گفت 11 تا نوشتم. 11 تا شعر رباعی از دیروز سال نوشتم. هر حال یه نبوغی بود که شما به من دادین. بله. پس بریم سراغ ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره حتما از ما حمایت کنید. بریم سراغ ویدیو. تاجیکستان اتحاد فارسی زبان‌ها به پیش. دوستان عزیز، آهنگ پدر را و همه آن نفرانی که قبلگاه خود را گم کردند. قبلگاه خود را گم کردن. جون پدر خودشون. شاید همچین معنی بده. چقدر قدیمیه. قبلگاه خانواده را گم کردند و شخصا به پدر خدا میبخشم که متاسفانه امروز در قید حیات نیست. متاسفانه امروز در قید حیات نیست. آره فکر کنم. در عائله‌ای که من به وای رسیدم بغیر از 5 دختر متاسفانه پسر نبود. دوباره گوش شد نفهمیدم. یه ذره آروم شد. بغیر از 5 دختر متاسفانه پسر نبود و پدرم مرا بچه‌ام میگفت. جونا جان گفته صدا میداد. شکرگزار بود. دوباره خاطرش باید گوش بدید که او تنها نیست. از خردی با قول کودکانه و پدرم وعده ها میکردم. و اطراف میگه
متاسفانه پسر تو بین ما نبود، 5 تا دختر بودیم و قول یه سری وعده دادم به پدرم که یه سری کارا رو انجام بده چون پسر نبود. فیان وعده ها میکردم که اگر کلان شدم هر آن چیزی که میخواهی برایت مهیا میکنم. که اگه من بزرگ شدم مثلا هر چیزی که خواستی نگرانش نباش. فکر میکردم که با این همه، با دیدن این همه خوشبخت میگردم و تا به امروز هر آن چیزی که کردم برای نام خود و نام پدر به خاطر او بود. یه هدف داشته بانو. من تا اولین بار داریم گوش میبینیم. راستی اون عکس پشتش هم خودشه. فکر میکردم که با او اثبات میکنم ولی افسوس، صد افسوس تا اثبات کردم که پدرم رفت. یه زاویه دیگه سالا اومد بهت نشون میدم. میگه من میگم هدف داشته، یه هدفی داشته که حالا خواننده شده. میگه الانم که خواننده شدم تا بهش اثبات کنم متاسفانه پدرم نیست. آره حالا بریم بقیه‌اش گوش بدیم، عکسم بدیم. همتم شکست، دنیایم تاریک گشت، دنیام تاریک شد، زندگی پر پیچ و تاب و بی‌معنی شد، صنعتم در نیمه راه ماند. صد افسوس که دختر پسر بوده نمیتواند. صد افسوس که دختر نمیتونه پسر باشه. خیلی کار بزرگی مثلا پسر انجام میده. و من نتونستم که برای پدر خود گریه میکنم پسر باشم. من نتونستم واسه پدرم پسر باشم. این عکس خودشه. چی کنم که از گذشته فقط یادی او در ما مانده؟ نگاهی گرم و چشمانی مهربانش، سخنهای شیرین و پندهای. چی واسم بگم؟ بعد جایی اومد میدونی چرا؟ چون می‌خواستم صحنه رو ترک کنم، بگم نمیتونم تحمل کنم. من داره غمگین اشک آدمو در میاره. خب همین اشکال. پدرم، خونی جگرم. رفیق واسه من فرستادی ریاکشن برم، حداقل میگفتی که خیلی حساسیه تا خودمو به آماده کنم. الان من دستم مونده تو بوسگردو. خیلی احساسیه. روایی گفتم فکر کنم خوندم واسه چون اسم پدر اومد دوباره میخونم. گفتم پدر جانو، پدر جانانه من، پدر شمع، پدر پروانه من، تو را همچون بتی من میپرستم، پدر بعد از خدا بتخانه من. آهنگی هم هستش، یا یه جور آهنگیه که خودش گویای همه چیزه. از دم چه سازی هست؟ ویالون؟ این ویالون یا ارگه؟ هم ارگه که صدای تازه موسیقی شروع شد. اون یکی هم هست عکس خودشه. کنسرته؟ من بابا قبل اینکه شروع بشه تازه شروع شده. به نظر واسه چند سال پیشه؟ واسه 20 سال میشه؟ آره واسه 20 سال میشه. آره واسه 20 سال میشه. خیلی قدیمی. 7 ساله بودم یعنی. صبح دم پدر بخوابم آمد، روح
روحش دیگر پای اتابم آمد بایستا در سر رو هم توی اتاقم آمد. اتابم آمد یه چیز دیگه هست، این بچه بگین تو کام. دم پدر بخوابم آمد روحش به خوابم اومد. آره یه خواب دیگه چند وقت پیش پدر تو خوابم اومد. دیگر پای اتابم آمد بعد راه مشد بی گفت و رفت و زیدیدن بعد راه مشد بی گفت و رفت و زیدیدن. داده میدونی چی افتادم؟ همون اول که افسوس که ثابت کردم ولی الان نیست. با تمام وجود داره میخونم. آره بده نه؟ که بخوای ثابت کنی باید. این اعتقاد داری که روحش داره نگاه میکنه؟ 100%. رو ناظر به اعمال همه کار اینا ثوابم آمد یه عکس بزرگم اینجا کجاه؟ که همش عکسش. کار اینا ثوابم آمد یادی همه کار اینا ثوابم آمد در یاد پدر منم خون جیگر. واقعا هم همینطوره، در یاد پدر خونه جگر. در یاد پدر صداش خیلی داشت. صدای حرف زدنش و خوندنش یکیه. اینقدر قشنگه. در یاد پدر منم خون جیگر. شاید بچه‌ها راستی شاید بچه‌ها بدونن. من نپرسیدم. بچه‌ها میدونین که چرا بانو منیژه چرا نخوند؟ نه حتما به ما بگین ها. اگه میدونین. ما خودم نمیدونم. آها اوه اینه نگاه اینجا ویالون دیدم. ویالون خود واقعا ویالونه. دیدم ارگه. میدونی اگه میخواست خوندن رو تو این 20 سال ادامه بده چقدر ازش آهنگ میشیدیم؟ اوج جوونی هم بود. در تپه آفتابی گوری پدر است یک فرسخک عالمی دوری پدر است. صداش بدون اینکه هیچ فشاری بخواد بیاره، بدون اینکه فکر کنم کلاسی هم رفته باشه. بعضی استعدادشون غریزیه. خدا داده از بچگیه. در تپه آفتابی گوری پدر است یک فرسخک عالمی دوری پدر است. من یه حسی بهم در دست میده. اون حس اینه که او کم نشده. تو موقع خوندنش هم بغض کرده. اون صداش میلرزه خود. دردی دوارو مرا چونوری پدر است گریان شدم زیره گذاری تو پدر در فصلی راستی خانم منیژه دولت رو اگه ویدیو رو میبینین تسلیت میگیم. خدا روح پدرتون رو ببخشه و بیاره. خزانی نو بهاری تو پدر از شیری تری نهاده ام دسته گور در تپه گوری خاک ساری تو پدر. خاک سار یعنی همون سر خاک. یادی پدر منم خون جیگر در یادی پدر منم خون جیگر. یه تیکش واقعا احساسیه. در یاد پدر منم خون جگر. بچه‌ها اینو به ما حتما بگید که بانو منیژه چقدر طرفدار داره توی تاجیکستان و اینو بگین که واقعا همه تو کامنت بنویسین که دوستش دارین، صداشو دوست دارین و اینم بگین که دوست دارین دوباره برگرده بخونه. مسلما همه میگن آره، ولی با ما بگین حتما. خوشحال میشیم. امیدوارم بانو منیژه ببینه و برگرده. جاش تو صحنه خالیه. صداش تو گوشامون نیست. خوش حال کن.
وایسا آها آره یه اجرای، حالا نمیدونم کنسرت بزرگه یا ولی میدونم که آدم هست. من اول فکر کردم که صحنه است و آدم نیست. آره نه تازه دیدم، قبلا از حسابی ندیده بودم. شکرانه تو و عمر گفتم پدرا که از مهر تو در جهان شکفتم پدرا. واقعا هم که دارم میگم بانو منیژه با لیلا فورهر، بانو لیلا خیلی ترکیبشون واسه خوندن صداشون هم چقدر نزدیک به همه. اونم باید ریاکشن بدیم. شکرانه تو آره ولی عمر گفتم پدرا ولی چون اول درخواست بیشتر همین بود گفتم اول همین ریاکشن بدیم. از مهر تو در جهان شکفتم پدرا. دررررم. امروز شو قرض عمر با نام خوشه امروز در قرض عمر با نام خوشه مرجان دوست سخن بسوفتم پدرا. گویم پدرا نکوی یادم آید. یارو دوباره گوش شد. خیلی این تیکه قشنگ بود. من با آهنگش دن 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 پدرا نکوی یادم آید. صدفتری پر پیشی رو بکشاید. پا گویم نینی؟ این تیکش واقعا جالبه. پدرا نکوی یادم آید. صدفتری پر پیشی رو بکشاید. صحنه‌ش یه جوری انقدر خودمونی و قشنگه. من اول نگاه اول کسی ببینه فکر میکنه توی اتاقشه، صمیمی، قالی است، عکس است، دیوار سفید، میدونی؟ شاید هم واقعا یه جایی هستش که نمیدونم مثل سالن بمونه. کی نیست بالای سرم حسرت فریاد رسد. کی نیست بالای سرم فریادی بدت از نهادم باید. فریاد پدر از بدت از نهادم باید. از یادم آید. فریادی بدت از نهادم باید. نه از نهادم آید. آره میگم مثلا یاد نهاد دو حرف بیشتر. در یادی پدر منم خون ببین چی کشف کردم بالاخره تونستم کشف کنم. یادی پدر میبینی؟ صبحانه سعید که ریاکشن رفته بودیم خدا رحمتش کنه سیم داشت. اینجا سیم نداره. اصلا اون زمان هم بود ولی خب بیشتر سیم دار بود. بیشتر سیم دار. آره منم خون جگر در یادی پدر منم خون جگر. باورت میشه تموم شد ویدیو؟ در یادی اشکال پدر آن اساسی منم خون جگر. تموم شد. قطع کنم. خداوند سبحان روح این در بزرگ بود. پدر بزرگوار رو بین رحمت بکن، رحمت بکن. هم نهایت شد. اولش اشک آدمو در آورد، بعدش هم که دید. این پدر خودت واقعا هم در یادش میشه. در حال که خیلی قشنگ بود. عالی بود. ما که دعا میکنیم زود برگرده، جاش رو صحنه خالیه. فکر کنم برگرده چه قوقایی بپاشه. حتما نه که داریم بانو منیژه رو بنویسین زیر کامنت که بیا بانو منیژه، بیا انشالله میاد که ببینه. و ممنونم ازتون، مرسی که دیدین ما رو تا اینجای ویدیو. امیدوارم که هر کجای دنیا که باشین سربلند و سلامت و موفق باشید. شما رو به خدا میسپاریم. حرفی هست؟ نه.
و سلامت باشین تا ویدیوی بعدی تاجیکستان اتحاد فارسی بفیش. بفیش.